اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار من که خدمت شما هستم، مدت هاست در برنامه یاد خدا، اما این دومین شبیه که با افتخار خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین موسی مطلق هستیم و بحثمون هم ولایت در قرآن کریم هست. با توجه به آیات و روایات میخوایم بپردازیم به این موضوع مهم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. خوش باشید ان شاء الله. قربون شما برم، زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و شادباش دارم خدمت هم آقای قوامی عزیز، عوامل و بینندگان عزیزی که در این ایام جشن و سرور به این برنامه ها توجه دارن که معرفتشون نسبت به امیرالمؤمنین بیشتر بشود و از آینه امیرالمؤمنین یاد خدا بیفتن ان شاء الله. آره، من این شبا میگم هم در یاد خدا جریان داره این شبا، هم یاد ولی خدا. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر. خب عرضم بود شما، ما دیشب اگه خاطر شریف بیننده های عزیزمونم باشه رسیدیم به اینکه این فضاسازی رو شما فرمودین در اون منطقه قدیر، اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نرسیدن برسن و اون فضا رو ترسیم کردین تا رسیدیم به اینجا که حالا میخوان چه کنن پیغمبر، قراره چه مفهومی به مردم انتقال داده بشه که این خدم و حشم و این مقدم سازی و اون در واقع آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل من ربک، آره، و ان لم تفعل فما بلغت من رسالته. تا اینجا شو حالا شما هم تبیین اگر دوست داشتین بفرمایین که مهم هست، ولی بعد از این هم یه عبارتی هست والله یعصمک من الناس، که خدا تو رو از گزند، از شر مردم حفظ میکنه، و بعدش هم همینطور که خدا هر کس رو که بخواد هدایت میکنه. چرا؟ مگه چه بیمی بوده؟ انگار یه هراسی بوده، نگرانی داشتن پیامبر که مثلا گزندی بخواد برسه، یعنی مثلا تا قبل از این کار رو نکردن، این ابلاغ رو نکردن از ترس اون ماجرا. چی بوده ماجرا؟ اینم اگه صلاح دونستین بهش بپردازید. ما قصه رو باید برگردونیم یه خورده‌ای به عقب، خیلی به عقب، که راز این نکته یه بخشیش هویدا بشه. اینقدر بریم عقب تا برسیم به اونجا که انی جاعل فی الارض خلیفه. خدا اراده می‌فرماید خلیفه جعل بکند، قرار بده برای خودش. دیگه خداست. بله. خب حالا معترضین چی هستن؟ ملائکه هم میان به عنوان بابا ما که هستیم، بازم میخوای خلقی بکنی که یسفک الدما، اینا بیان. حالا خدا میفرماید انی اعلم ما لا تعلمون. نکنید این جهل در قرآن خیلی بحث قشنگی است، که اصلا چه جاهای خدا میگه شما نمیدونید، من یه چیزی میدونم که شماها نمیدونید. اولیش هم همینجاست دیگه. انی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم شما نمیدونید. حالا چیه قصه؟ فرشتگان که زود سر تسلیم فرود آوردن. بله. چون و علم الآدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، یادو اینایی که معلوم شد دیگه. اما کی زیر بار نرفت؟ ابلیس زیر بار نرفت. اونی که میخوام عرض بکنم اینه که ابلیس هم معتقد به مبدأ بود، هم معتقد به معاد بود. یعنی شیطان خدا رو قبول داشت، 6000 سال عبادت خدا رو کرد. در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است و جالب اینه که امیرالمؤمنین روی اسب این خطبه رو بیان کرده. عجیبه. اسب ایستاده در این موقعیت بسیار حساس زمانی و مکانی هست. ادبیات هم ادبیات خاصی است. کل این خطبه مفصل در دشمن شناسی به عنوان ابلیس است و صفت تکبر و اینهاست که زده زمین خیلی ها رو. و به نظرم کسی اگر خطبه قاصعه رو نخونده چیزی از معنای بندگی و سلوک الی الله رو نفهمیده
تا این حد. یعنی توی حدث که بیگدار به آب زده. شما وقتی قرار یه مسیر پرخطری رو بری، باید مخاطرات سفر رو اینا رو بشناسی. دشمن تو کی هست؟ خب اینجا هم که اصلا معلومه ما یه دشمن قسم خورده مثل ابلیس داریم. وقتی انسان خطبه قاصر رو میخونه تازه میفهمه ابلیس کیه، نقاط ضعفش چیه، نقاط ضعف خود ما چیه که ممکنه ضربه بر ما وارد بشه. اونجا امیرالمومنین فرماد که 6000 سال عبادت کرد، تازه امیرالمومنین فرماد معلوم نیست که 6000 سال دنیوی است یا اخروی است. به قواعد ظاهریه معلوم نیست، نه نزد علم امیرالمومنین. خب شیطان خدا رو قبول داشتی که عبادتش رو کرده. بله. استاد توحیدگوی فرشتگان بوده. حتی در پاره از اخبار داریم که مثلا تسبیحی در دستش بود و پاره شد و فرشتگان سبقت میگرفتن بر برداشتن اونو که کسب نورانیت بکنن، چون عالم کسب نوره. ما چرا داریم با هم گفتگو میکنیم؟ چرا این همه زحمت دارن میکشن؟ کسب نور بشه. از نوری اتخاذ بکن. این کار رو میکردن. خدا رو قطعا قبول داشت، معاد رو هم قبول داره که من میگه وقت بده یوم اصلا. بحث بعثت رو قبول داره که یه روزی همه اینا برانگیخته خواهند شد. حالا خدا تا وقت معلوم بشه. پس ایمان این کار کجاش لنگ بود؟ وسط. شیطان مشکلش این بود که انسان کامل و ولایت رو قبول نداشت. مبدأ و ماد، یعنی خدا و قیامت رو قبول داشت، وسطه. و این مشکل وسطی وجود داره. اونجا که فرمودی برای اول حلقه اتصاله، اینجاست دیگه پیدا میشه. آره. خب حالا ابلیس قسم هم خورده، آیات هم چقدر تأکید درش به کار رفته. خود شما که فرزانه‌ای میدونید، بینندگان میدونن. فبعزتک لأغوینهم اجمعین. اینقدر تأکیدات در این آیه. قسم هم خورده این کار بکنه. خب اونی که خودش زمینش زد و نداره اون رو بیشتر روش کار میکنه. اصلا محور اصلی اونه. بقیه معاصی و گناهان برای اینه که آخر برسه به اینجا، به انکار ولایت برسه. یعنی نتیجه بعضی از گناهان و معاصی میرسه به اینجا. چرا ما تو روایات داریم که امر به معروف و نهی از منکر، از امام معصوم میپرسن که امر معروف چیه، نهی از منکر چیه؟ خب این مراتبی داره دیگه. امر به معروف و نهی از منکر. اولا همینجا که حالا بحث امر به معروف میشد، بعد نیست عرض بکنیم که اول باید امر به معروف باشه. بعضی شیپور از سر گوشادش میزنن، اول میرن سراغ نهی از منکر. اول از نهی از منکر شروع میکنن، بعد از امر. بله، امر به معروف بکن. اگر این وسط چیزی جا موند و نشد و منکر، بعد میری نهی از منکر بکنی. این خودش یه قاعده است. اگر کسی جلو بره به اصطلاح نتایج خوبی هم دریافت میکنه. اول ایجابی است، بعد سلبی. نکته بعدش اینه، خب حالا امر معروف هم مراتب داره. از امام معصوم صلی الله علیه و آله امر معروف یعنی چی؟ میفرماد یعنی امر به ولایت امیرالمومنین. نهی از منکر یعنی چی؟ نهی از دشمنان امیرالمومنین. خب اگه انسان امر معروف و نهی از منکر رو با این نگاه ببینی درسته، هی برو این ولایت یعنی چی؟ چند سال پیش سخنرانی از امام معظم رهبری داشتم میخوندم. متنشون ایشون میفرماد که امروز بزرگترین قریب این مضامین، بزرگترین امر به معروف حکومت اسلامی است، حمایت نظام اسلامی است، هم تشکیلش هم حمایتش. چرا؟ چون امر ولایت رو داره اقامه میکنه. بزرگترین امر به معروف اینه. خب شیطان خودش این رو نداشته، همین نقطه هم بهش ضربه زده. چرا قرآن میگه انها لکبیرة الا علی الخاشعین؟ خب موضوع این شبهای یاد خدا ولایت در قرآن دیگه. خب باز میان محضر خود امیرالمومنین سوال میپرسن این چیه؟ انها لکبیرة الا علی الخاشعین. بس هم منعرف نشده اون یعصمک من الناس والله یعصمک من الناس. یعنی چی؟ چیه که اینقدر سنگینه؟ در همون حدیث معروفی که سلمان و ابوذر آمدن خدمت امیرالمومنین، لقب ابوذر تو اون روایت جندب هست. خیلی جالبه. ابوذر آمد
سوال کرد از سلمان که حقیقت امیرالمومنین، معرفت امیرالمومنین به نورانیه چیه؟ میفهمه کجا باید بره نفر اول، شاگرد اول درس ولایت سلمانه. سوال میکنه سلمان چی کار میکنه؟ میگه من از پیش خودم یه چیزی میگم، بیا با هم بریم محضر خود امیرالمومنین، بریم سرچشمه بریم اونجا. چیه که اهل بیت اینقدر تأکید به قرآن دارن؟ چون قرآن سرچشمه است. شما میخوای ولایت رو ثابت بکنی، هر چیزی رو ثابت بکنی به قرآن، هر چیزی همینطور. هیچ مکتب اصلا راهش همینه. گفت بریم خود سرچشمه سراغ امیرالمومنین. آمدن نشستن محضر امیرالمومنین و اون روایت مفصل رو که اینم لطف خدا بود که این حدیث رو امشب عرض بکنیم. خدا رحمت کنه به تعبیر مقام معظم رهبری عبد صالح خدا عارف شایسته مرحوم میرزا اسماعیل دولابی رو. این القاب پیام‌های آقا بود در پیام تسلیت بودن. ایشون میفرمودن این جزوه حدیث معرفت امیرالمومنین به نورانیت رو در سجادتون قرار بدید، 40 روز بخونید. اصلا دعا نیست. آره. روایته. آره. یکی علمای ما قدیم میگفتن روایت بخوانید، مطرح بکنید، بشنوید، چون نورانیت داره. همین نورانیت. شو تو سجاده نماز. و دو عبارت بعدیش جالبه، میگه که تا به خود امیرالمومنین راه پیدا کنید. تا به خود امیرالمومنین. چون ما یه شناخت امیرالمومنین به ظاهر داریم که باور بفرمایید دشمنان امیرالمومنین بهتر میدونن. آره. همه علی کی بود و چی بود و همه اینا رو، همه ائمه معصومین رو. اما او به نورانیه او یه حساب دیگری است که بعد میفرماد معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل. و عکسش هم هست، این که اشاره کردید یاد خدا و یاد امیرالمومنین اینا با هم همینه دیگه. همینه. آره سکه دو رو هست. میگه به خود امیر راه پیدا کنید. حالا اونجا از یکی از سوالاتی که جناب سلمان و ابوذر میپرسن، میگه چی انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این همین نماز، صورت نماز به عنوان مناسک، قطعا نه. و ممکن هم است باشه، چون بعضی همه کار میکنن به نماز که میرسه تنبلی میکنن، مثلا ساعتها یک بازی رو انجام میدن برو بیا، یا اصلا مکالمه های طولانی یا کارهای دیگری. آره. همش که زائد نیست، بعضیش هم لازمه، اما کدومش اولویت و واجب هست. اما همین که به نماز میرسن خسته حال ندارن. بله اینم ظاهر آیه هم همین صدق میکنه، اما یه معنای دیگری داره. امیر رو فرمود و ولایت ماست که ثقیله. الا علی الخاشعین. حالا با سر سفره قرآن بشینیم. خب آقای خاشعین حالا کی هست؟ یه الای تندی هم داره ده. الا علی الخاشعین. میگه انما یخشی الله من عباده العلماء. حالا خاشعین کیان؟ که این سنگینی رو، کبیرتون برای دیگران سنگ، اینا عشق میکنن، باش لذت میبرن. قرآن میگه انما حسر دیگه، انما این است تو جز این نیست. یخشی الله من عباده العلماء. علما هم اینجا باز مراتب داره، دو معنا داره. یه معنای کاملش در روایات اومده، علمایی که در روایات میاد سوال کردن میخواستن تبیین بشه، فرمایند که علما مقصود پیغمبر و آل پیغمبرن، ائمه هستن. یکم نه، واقعا کسانی که اون علم به معنای نورانیت رو به دنبالش میرن، اونا هم میتونن از صورت نماز اینا اصلا او چیزها رو درک میکنن، لذت میبرن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فهری زنجانی رو از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله عظما صلیحای قاضی بودن و از شاگردان حضرت امام بودن. شرح دعای سحر کتاب امام رو ترجمه کردن، نماینده امام با آقا بودن در سوریه، در حرم علی بن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا دفنن. سلام و صلوات خدا و علی موسی رضا و همه مدفونین در این حرم مطهر و شهید آیت الله رئیسی که این روزها هم مردم هنوز هم و انشاءالله همینطور هم هستی که خوبان خدا یادشون همیشه هست. حالا اسمی آمد ایشون هم در حرم امام رضا دفنه. این بزرگوار میفرمودن یه روز رفتم دیدن استادمون مرحوم آقای قاضی، دیدم ایشون نشسته تو فکر. خب فکر ما برای همین امثال خودم را عرض و کافرم را به کیش خود بندارد، برای آبودون است، یه چیز هست. اون فکر عمیقی تو ما کجاییم در این بحر عمیق؟ چی میگه تو کجا؟
فهمیدم یه جایی داره سیر میکنه. گفتم استاد در چه فکری؟ گفت در این فکرم که اگر نگذارن بهشت ما نماز بخونیم چه کار کنیم؟ چی میبینه در نماز؟ چی داره میبینه؟ خب پس علت فرمایش خدا والله یعصمک من الناس این بود که پیامبر احساس میکردن آدمایی که بر نمیتابن ولایت رو و سنگینه براشون، خیلی سنگینه، چون خود شیطان زیر بارش نرفت تا الله نمیتونه زیر بارش زیاده این آدما. به خاطر همینم انقدر محکم سعی کردن بیعت بگیرن که بازم حرفی توش نمونه، اما باز جریاناتی شد. اینجا نگه داریم اگر صلاح میدونید، باز تبیین دقیق تر و لطیف ترش باشه بعد از فاصله که میگیریم و برمیگردیم. ما همچنان محضر قرآن کریم هستیم، قرآن صامت و قرآن ناطق، وجود مبارک امیرالمؤمنان با افتخار. دلداده عشق از صفاتش پیداست، صدق سخن از صبر و ثباتش پیداست. هر کس که محبت علی در دل اوست، از گرمی ذکر صلواتش پیداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالم که دارم بهره میبرم از فرمایشات استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین موسوی مطلق. به جاهای حساسی رسیدیم که به نظرم باید یه ذره بیشتر هوش و حواس جذب و کسب بکنیم برای درک مطالبشون. در خدمت. من قبل از که بحث رو ادامه بدم به جهت این خلاصه علامتی گفتی در باب صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنیم که مرحوم علامه امینی وقتی القدیر رو نوشتن، القدیری که همه میدانید چه خدمتی به اسلام کرده و امیرالمومنین کرده و جایگاه القدیر، گفته هر کس که صلوات بفرستد و عجل فرجهم بگه من در ثواب القدیر شریکش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و گفتن صلوات و بلندم بفرستی نفاق و دور میکنه. بی ربط هم نیست آنچه که تا به عالم گفتیم. یعنی اونی که سنگین نباشه براش صلوات و راحت و بلند میفرسته. اونی که ضربه زد به جریان ولایت جریان نفاق بود. یکی از راهکارها و دستورالعملش روایت هم هست دیگه. بله. و اما برگردیم به ادامه بحث. رسیدیم که صورت باطنی نماز که انها لکبیرة الا علی الخاشعین، صورت حقیقیش ولایت هست که خیلی سنگینه، هر کسی نمیتونه زیر بارش بره. چرا؟ چون ممکن است به بعضی از قواعد او سازگار نباشه. ممکن است جریان ولایت چیزهایی رو از انسان بخواد که دنبال اینه که راحت باشه و در بره و خیلی این رو نپذیره، یعنی سختش باشه. این هست که دنیا داره آزمون و آزمایش و این هاست. یا جریان ولایت دریچه‌ای رو برای انسان باز میکنه از لذایذ معنوی. بعضی ها هنوز نرسیده به اونجا که سخته تا برسن و تمکین بکنن که برسه. همین الان شما در تو دنیای معاصر امروز نگاه بکنیم، توی جریان حق، ولایت این حق دیگه. بله. چرا بعضی از افراد، بعضی از کشورها تسلیم شدن در مقابل یک حرکت حق براشون سخته، یا دفاع از حق براشون سخته، یا گاهی اصلا وارونه جلوه میدن؟ چراش معلومه، چون اینها امامشون ابلیسه. تعصب‌هایی دارن که در همون خطبه قاصعی که عرض شد امام المتعصبین امیر رو میفرماید که ابلیس. اینا خیلی براشون سخته. الان شما ببینید، برید از بی‌طرف‌ها، آزادگان دنیا، اندیشمندان، اینایی که فراتر از ملیت‌ها و سیاست‌های دنیا دارن کار میکنن. واقعا اتفاقاتی که در غزه داره میفته اتفاقاتی است که کسی نپذیره، اینها رو دفاع نکنه، نبینه میدان حق و باطله. چرا اینقدر سختشونه؟ چون خاشع نیستن. چون منیت رو دارن، چون امامشون ابلیس تکبر داشته. نتیجه کار ابلیس سقوط بوده. نتیجه کار هر متکبری در عالم سقوط است. این رو قرآن کتاب آسمانی ما بیان کرده.
طول تاریخ کم ندیدیم مستکبرینی که به زیر آمدن. این گوش همه عالم، بس حکایت شاه و گدا شنید و از این به بعد هم خواهیم دید. تو عمر طبیعی خود ما کم اعجاز و اعجاب ندیدیم و باز هم خواهیم دید که خون این کودکان غزه اثر میگذاره. اینایی که متکبرن. امیرالمومنین باز در همون خطبه قاصعه که این شبها و روزها باید بیشتر سر سفره امیرالمومنین باشیم، میفرماد فرمان خدا در آسمان و زمین یکی است. خدا نمیاد به واسطه یک کاری یک کسی رو به اصطلاح ساقط کرده باشه، بعد همین عمل رو کسی دیگری انجام داده باشه او سبب ترفیعش بشه. نه، میگه ابلیس نتیجه حرف امیرالمومنین اینطور ازت نتیجه گیری میفرماید که ابلیس اونی که زمینش زد تکبرش بود و زیر بار حرف حق نرفتن، ابا و استکبره، که فرق هم هست بین این دوتا. حالا میگه هیچ تضمینی نیست که کسی در عالم تکبر داشته باشه، مستکبر باشه و بمونه سر جاش. اصلا امکان نداره چنین چیزی. آره. اینایی که امروز مستکبرن، اسرائیل، امریکا، همه اینها به زودی هم به زیر خواهند آمد. چون وقتی دست میزنن به قتل، اونم زن و بچه و بیگناه و مظلوم، و باز از این حرفا زدیم، این شیرینی این ایام گاهی تلخ میشه دیگه. واقعیت امروز جامعه است. اونا نمیتونه براشون سنگینه، ثقیله که بخوان بپذیرن یه دفاع بکن. حالا اونی که معلوم ابلیس مجسم هست، شیطان بزرگ هست، آمریکا و این که حساب تکلیف معلومه دیگه. قرآن ما تکلیف آمریکا و اسرائیل معلوم کرده مشخصه. آره. اما بحث ما رو دیگرانه که چرا نمیبینید، چرا دفاع نمی کنید، چرا حرف نمیزنید؟ چون سنگینه. چرا سنگینه؟ اونم کی؟ حاکمانی که داعیه قرآن و اسلام و اینا دارن. آره اصلا اینو که میدونی از اینا آدم مثلا توقع نداره. وقتی کسایی هم پیدا میشن مثل دلیل مردان یمنی، نمیدونم حزب الله، جبهه مقاومت، که اینا مصداق خاشعینن. اونا ادعای قرآن رو دارن. به قول اون شاعر گفت ما ز قرآن مغز را برداشتیم ورنه پوست را نزد دگران بگذاشت. ولی عبارت دیگری داره که اقتضا نیست بیانش. مغز قرآن عبارت است از ولایت امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت است. تمام دعوا رو امیرالمومنین است، رو ولایت، رو عظمت امیرالمومنین کسی حرفی نداره. میدونین داشتم فهم کردم بالاخره باید یه فرقی بین مسلمون شده های دست امیرالمومنین با دیگران باشه. یمنیای اینجا خروجی. آره اون شجاعت و جسارت، آره به خدا، انگیزه و استقامت و... یعنی این ولایت اینجا اینجوری به منصه ظهور میرسه دیگه. طرفداران مفهوم ولایت و اونایی که براشون سنگینه اینجا توی این عرصه اینجا داره نمود پیدا میکنه، توی این میدان حق و باطل به تعبیر آقا. اصلا طرفداران ولایت رو به ما و ولایت میخوان، نه برای دنیا. الان بعضی حاضرن اگر دم از ولایت زدن برای اونا دنیاشون رو تأمین بکنه حتما برن دنبال ولایت هم. اما میدونن که نه، نمیشه، چون اونا آخرت نیستن. ولایت میگه من تأمین میکنم دنیا و آخرت شما رو. باید بید تو بعضیشون آخرت رو اصلا تعریفی ازش ندارن، به دنبالش هم. خب حالا من اینجا میخوام در واقع مطرح بکنم بحث فردا شبمون که شب عید قدیر هست، که ما یه تفاوت‌هایی بین عصر غیبت و عصر خود اهل بیت هست. اون زمان که همه باید ولایت رو پذیرفتن خیلی براشون سنگین بود، چه برسه در عصر غیبتی که حالا ما از امام حساب ظاهر آره فاصله داریم. به حساب ظاهر اینجا باید چه کنیم؟ چه تفاوت‌هایی هست؟ چه نکات ریزی هست؟ اگر صلاح بدونید فردا بهش بپردازیم. آره گفت شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر، فردا شب ان شاء الله. آقا خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. عید شما مبارک باشه. فردا شب به شرط توفیق و حیات، شب عید الله الاکبر خدمت شما خواهیم